بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و خاتم المرسلین و على آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. آرزومندم از الله متعال که به ما هرچه بیشتر دلهای زنده با ذکر او و زبانهای فعال با یاد او و حیات مملو از اطاعت و عبادت او رو عطا بکنه. امیدوارم که دور از غفلت باشیم و عارضه نسیان و فراموشی حقیقت زندگی رو و نهایت مسیر حیات رو از ذهن و خاطر ما دور نگه نداره. امیدوارم که مسائل زندگی، رغبت‌های نفس و میل‌های انسانی ما رو از اصول و مبانی که باید دغدغه و هم و غم زندگی ما باشه غافل نگه نداره. در واقع ذکر سپری هست برای جلوگیری از همه این آفت‌ها، آفت‌هایی که از راه‌های مختلف و با اسباب متعدد بر حیات روزمره ما وارد میشه و ما رو از اصل مسیل دور نگه میداره یا غافل میکنه. حضرت ابن اوفا رضی الله عنه میگن که جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم، یه نفری نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، یه مردی اومد و گفت یا رسول الله انی لا استطیع ان اتعلم القرآن، من توان یادگیری قرآن رو ندارم. فضل قرآن رو میدونست، اهمیت قرآن وحی الهی هست، ذکر شامل و جامعی هست که در برگیرنده تمام نیازهای روزمره انسان هست، تمام باورهای دینی رو و نکته های مهم فکری رو برامون در بر داره، یاد آوری میکنه. گفت یا رسول الله من توان یادگیری قرآن رو ندارم. یادگیری میتونه یادگیری برای فردی که مخاطب بوده یا سخنور اصلی بوده در این فضا یا در این روایت، خب یک عرب هست و شاید براش مشکل زبانی وجود نداشته، ولی مهم اینجاست که امکانات امروزی در اختیارشون نبوده که داخل یک گوشی موبایل بتونید شما 10 تا نرم افزار بذارید که قرآن رو با تفسیر و با ترجمه و با قرائت‌های مختلف و تلاوت‌های متعدد هر وقت بخواید بتونید باز کنید. سواد خواندن و نوشتن هم متاسفانه در اون موقعیت در بین مردم کم رواج داشته. در نتیجه نه امکانات نوشتاری وجود داشته، نه امکانات یادگیری و آموزشی اندازه کافی وجود داشته. شاید فرد متکلم هم بالاخره عمری رو گذرونده و نمیتونه به طور تئوری
قرآن رو در حافظه خودش نگه بداره. خب میگه من نمیتونم یا رسول الله. ولی خب امروز میتونه قضیه به شکل دیگری باشه، یعنی امکان داره که شما در نظر لفظی، از نظر علمی امکانات داشته باشید، ولی خب بر صورت شاید عمری باشه یا امکانات کمی باشه که در اختیار دارید، در نتیجه نتونید. در کل از این ذکر جامعی که ما به عنوان قرآن میشناسیم، این آقا میگه من ازش محرومم و نمیتونم ازش استفاده و بهره لازم رو ببرم. فعلمنی شیئا یجزینی، چیزی رو من یاد بده که بتونه جبران این نقص یا جبران این ضعف من رو بکنه. قال تقول، پیامبر صلی الله علیه و فرمودن که بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. در اینجا 4 جمله هست که این 4 جمله مد نظرمون هست که در خیلی از روایت های دیگه هم اومده. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. پنجم که ملحق به این 4 تا هست، ولا حول ولا قوة الا بالله. هر کدوم از اینها مفاهیم و معانی خاص خودش رو داره که خاتمه لا حول ولا قوة الا بالله در واقع یک ذکر موضعی هست که ما انشاءالله در اذکار موضعی به طور مستقل بهش خواهیم پرداخت، که ایشون هم در واقع شرایط خاصی که داشت این جمله برایش توصیه میشه به خاطر اینکه ناتوانی و عجزی بود که بهش دچار بود در یادگیری، که این لا حول ولا قوة الا بالله در واقع مرهمی بود برای اون بخشش. که من انشاءالله برنامه خاصی رو اختصاص خواهم داد به همین نوع اذکاری که به طور موضعی این باید اونها رو بیاد داشته باشیم و فراموش نکنیم، مثل ماشاءالله، انشاءالله، بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. هر کدوم از اینها مستقلا باید به عنوان یک عادت و به عنوان یک فرهنگ در زندگی روزمره ما جا بیفته، که برای هر کدوم از اینها انشاءالله به طور مستقل سخن مفصلی رو خواهیم داشت. اما مد نظرمون در این برنامه این 4 جمله هست: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این 4 ذکر در واقع اصول اذکار دینی رو در بر داره. اصول مبنای اذکار بر این 4 جمله قائم است. یعنی ما هر چی بگیم از این 4 تا بیرون نیست، به نحوی در ارتباط با این 4 تا هست. همشون شکی نیست با الله در ارتباط هست. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، همشون ذکر الله هست، همشون مرتبط با الله هست. اما مرتبط با الله یک سری معانی و مفاهیمی وجود داره که این مفاهیم و معانی مبنای تمام اذکاری هست که ما به طور عموم به عنوان ذکر اونا رو میشناسیم. چه میخواد ذکر خاص باشه در قالب دعا و میخواد چه ذکر عام باشه در قالب ثنا و ستایش الله متعال، هر دوشون. سبحان الله منزه دونستن الله هست از تمام اون چیزی که دور قرار دادن الله هست، دور دانستن الله هست از تمام اون چیزی که شایسته مقام اون نیست، چه قول باشه چه فعل باشه. سبحان الله عما یقولون، سبحان الله عما یصفون. عمل کرده شرکی باشه، هر نوع تصور و اعتقاد غلطی باشه، همه اینها مبرأ دونستن الله متعال از تمام اون چیزی که شایسته مقام اون نیست. حتی اون چیزی که عبادت هست، عبادتی که شایسته اون نیست، در خور شأن و مقام اون نیست. سبحان الله. تصور و اعتقادی که در خور شأن اون نیست. الحمدلله، کمال.
الحمدلله و شکر الهی بینشون خاص و عام هست. شکر فقط در قبال نعمت ها هست، اما هم ثنا و ستایش پروردگار در هر زمینه‌ای هست، در کمال صفاتش هست، یعنی کمال صفات رو از او دونستن. سبحان الله و الحمدلله در واقع دو جهت متقابل رو از صفات الهی در بر داره. سبحان الله نفی هست، یعنی تنزیه پروردگار متعال از اونچه که زیبنده مقام اون نیست، و الحمدلله اثبات هست، اثبات کننده تمام اون صفاتی که زیبنده پروردگار متعال هست، و اون صفاتی هست که الله متعال از طریق نبی خودش و در کتاب خودش برامون ابلاغ کرده. و این دو پایه هست که به طور طبیعی لا اله الا الله رو میاره. لا اله الا الله در واقع از جهتی نفی هست، از جهتی اثبات هست. کمال الوهیت الله با حمد او ظاهر میشه و نفی الوهیت از غیر الله با سبحان الله. در نتیجه سبحان الله و الحمدلله میتونیم بگیم که یک طرف سکه هست و لا اله الا الله طرف دوم سکه هست. لا اله الا الله بخشش نفی است، بخشش اثبات هست. سبحان الله نفی هست و الحمدلله اثبات هست. در این نتیجه این کمال اثبات صفات الهی و نفی اون چه که شایسته اون نیست، طور طبیعی میاد الله اکبر. الله اکبر یک اعلانی هست از مؤمن بعد از لا اله الا الله. نماز ما با الله اکبر شروع میشه. اعلان چی هست؟ اعلان استسلام و تسلیم شدن در مقابل الله است. شعار مؤمن هست، شعار موحدین هست، شعار خاشعین و خاضعین به درگاه الهی هست. الله اکبر. لتکبر الله علی ما هداکم، یعنی بگید سمعنا و اطعنا، پذیرفتیم. لله المثل الاعلی. شما شاید تجربه کردید یک سرباز در مقابل فرمانده خودش وقتی میسته امری بهش میشه میگه بله قربان، دستی رو بلند میکنه و با الفاظی هم تسلیم شدن خودش رو در مقابل فرمانده خودش اعلان میکنه، پای هم میچسبونه. این بین مخلوق هست، خلائق. حالا بخش جایز بودن و ناجایز بودن این موضوع بحث مستقلی هست، ولی فقط من بخوام که خوب تصور کنید که چطوری ما باید عبادات خودمون رو به جا بیاریم در مقابل الله متعال. وقتی ما میگیم الله اکبر، در واقع اعتراف میکنیم مقام الهی و تسلیم میشیم در مقابل پروردگار متعال و اطاعت و خشوع و خضوع خودمون رو در مقابل امر او اعلام میکنیم. لتکبر الله علی ما هداکم، در واقع میگیم تسلیم شدیم بر هدایتی که تو فرستادی، تسلیم شدیم به امری که تو کردی، تسلیم شدیم به قانونی که تو فرستادی، تسلیم شدیم به حکمی که رسول تو برامون ابلاغ کرده. این مفهوم رو ما در قالب این نماز و هر عبادتی با الله اکبر اعلان میکنیم. در نتیجه کل اون چی که ما به عنوان اذکار در زندگی خودمون داریم، چه تفصیلی و تبیینی، در مثل قرآن که تفصیل و تبیین میکنه برامون حقایق و اون چی که باید بدونیم رو یاد آوری میکنه، و چه تو به طور مختصر و نمادینه همه اون چی که میگیم، چه در قالب اختصاری ما جمله ای داریم، ذکر الهی هست، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن،
اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض وما فيهن. اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن، انت الحق ووعدك الحق. به همین صورت اذکار مختلف، سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرك، همین اذکار ان شاء الله مستقل بهش خواهیم پرداخت به اثر معنا. التحیات لله و الصلوات و الطیبات، همه این اذکار، همه این اذکار خاصی که در قالب دعا هم وجود داره، همه اینها در واقع مبنای اون این 4 موضوع هست. از این 4 موضوع بیرون نیست. یا میگین یا در ارتباط با نفی تنزیه الله از اون چیزی که مقام او رو زیبنده نیست، سبحان الله، یا اثبات اون چیزی که زیبنده پروردگار متعال و مقام او هست و عبودیت و اطاعت او هست، الحمدلله. یا وظیفه شناسی در مقابل این شناخت هست، لا اله الا الله. یا اعلان این وظیفه هست، الله اکبر. کل اون چی که ما به عنوان ذکر داریم این هست. تمام اذکار از این مفاهیم بیرون نیست. به خاطر این ببینیم که فضائل بسیار زیادی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ارتباط با این 4 ذکر در احادیث مختلف برامون انتقال پیدا کرده. در یکی از روایت های ابو هریره رضی الله عنه میارن، میگن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لأن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس. بگم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر برام با ارزشتر است از تمام اون چیزی که خورشید برش طلوع میکنه، برش میتابه. ارزشش با تمام جهان از تمام جهان برتر است. یعنی هیچ چیزی نباید ما رو از این کلمات غافل نگه بداره تا جایی که میتونیم بگیم سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر. خیلی چیزا هست که ذهن ما رو متوجه به خودش میکنه، انسان رو مشغول به خودش میکنه، ما انسان رو در واقع به نحوی با خودش درگیر میکنه. حالا میخواد چه زیبایی باشه، چه ارزش معنوی باشه، چه میخواد ارزش مادی داشته باشه، در مجموع همه این مسائل وجود داره. ولی برای من مؤمن در پرتو سنت و سیرت نبوی پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که هر اون چی که بر زمین وجود داره، تمام اون چی که خورشید درش میتابه، از همه اینها برام با ارزش تر است. بگم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. در حدیث دیگه حضرت ام هانی رضی الله عنها بنت ابی طالب میگن که قالت مر بی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به دیدنم اومدن، فقلت انی قد کبرت و ضعفت، من سنم بالا رفته و ضعیف شدم، فمرنی بعمل اعمله و انا جالسه، برای من یک عملی یا یک وظیفه ای رو تعیین کنی که من نشسته بتونم اون رو انجام بدم. قال سبح الله 100 تسبیح، پیامبر فرمودن که 100 بار تسبیح الله متعال رو بگو، فانها تعدل لك 100 رقبه تعتقینها من ولد اسماعیل، مثل 100 برده ای هست که از فرزندان اسماعیل تو اونها رو آزاد بکنی. میگن اسلام بردهداری رو تایید کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین فضیلت رو با آزادی برده مقایسه میکنن، یعنی میگن که تو این کار رو انجام بده،
تویی که نمیتونی کار دیگه انجام بدی، تو که توان و ضعف جسمی تو رو در بر گرفته، قدرت مالی نداره و نمیتونی کار نیکی رو انجام بدی و برات از کارهای جمله کارهای نیکی که بسیار اهمیت و ارزش داره آزادی برده هست. با اون آزادی برده اینو مقایسه میکنن و میگن که مثل این که 100 تا برده رو آزاد کردی. واحمد الله 100 تحمیده تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملین علیها فی سبیل الله. 100 بار میگی الحمدلله و این هم برابر هست با 100 تا اسبی که در راه الله متعال اونها رو آماده کردی برای دفاع از حریم مسلمان ها. و کبر الله 100 تکبیره فانها تعدل لك 100 بدن مقلدا متقبله. 100 بار هم میگی به همین صورت الله اکبر برابر است با 100 شطوری که باز هم در راه الله صدقه دادی. و حللی 100 تحلیله، و اگر 100 تا لا اله الا الله گفتی مثل که بین آسمان و زمین رو پر کردی. و لا یرفع یومئذ یرفع لاحد عمل الا ان یأتی بمثل ما اتیت به. هیچ عملی مثل این عمل ارزش پیدا نمیکنه مگر مثل عمل تو کسی انجام داده باشه. حدیث زیادی در این باب هست که اهمیت و ارزش و جایگاه و موقعیت معنوی و فضیلت فعلی این 4 تا ذکر رو برامون بیان کرده که به طور خصوص در موقعیت‌های مختلفی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. به طور عموم شما در ذهنتون داشته باشید از هیچ فرصتی فروگذار نکنید یا نشید از اینکه بگید سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh